به نام خدا. سلام، شب همگی بخیر. بارش داستان‌های 1001 شب به روایت شهرزاد قصه‌گو در خدمت شما هستم. به حکایت گدای دوم میپردازیم. قبل از شنیدن این قصه زیبا، زنگوله رو فشار بدین تا به محض قرار گرفتن داستان‌های جدید از اونها مطلع بشیم. گدای دوم پیش آمده گفت: ای خاتون، من از مادر نابینا نزادم، ولی نابینایی من طرف حکایتی است و آن این است که من پادشاه و پادشاه زادم. در 10 سالگی قرآن به 7 قرائت خواندم و همه علوم نیک دانستم و کلام ادبا و شاعرا یاد گرفتم و به این سبب تربیتم از همه کس افزودتر گردید و نام نیکم به زبانها افتاد و آوازه ادیبی و دبیریم گوشزد ملوک اقالیم شد. پس ملک هند مرا بخواست که دختر خود را به من تجویز کند. پدرم کشتی هدیه‌های ملوکانه آماده ساخته مرا با تنی چند به کشتی برنشاند. 1 ماه کشتی همی راندیم تا به ساحل برسیدیم. خود بر اسب نشسته بار بر هیونان بستیم و همی رفتیم تا اینکه گردی برخاست. پس از زمانی گرد بنشست و چند سوار پدیدار شدند. چون نیک بدیدیم از راهزنان قبایل عرب بودند. به ایشان معلوم کردیم که هدایا از سلطان هند و ما نیز صفیه‌ایم. گفتند که ما نه در فرمان ملک هندو و نه در مملکت او هستیم. پس سواران به ما حمله کردند، جمعی را بکشتند و بقیت السیف بگریختند. من نیز زخمی منکر برداشته بگریختم و راه به جایی نمیدانستم. به فراز کوهی بر شده در غاری جا گرفتم تا بامداد در آنجا به سر بردم. پس به زیر آمده همی رفتم تا به شهری آباد رسیدم. از بس پیاده روی کرده سخت مانده بودم و گونه‌ام زرد شده بود. به دکان خیاطی رسیده سلام گفتم. با جبین گشاده سلام گفت و از مقصدم باز پرسید. ماجرا بیان کردم. غمین و محزون شد و گفت: ای فرزند، حکایت خیشتن با کسی مگو، مبادا از این قضیه کسی با خبر گردد، کسی که با پدرت کینه دیرینه داشته باشد. پس خوردنی بیاورد و آن شب را با هم به سر بردیم و تا 3 روز بدین سان گذشت. پس از آن خیاط از من پرسید که چه صنعت داری؟ گفتم مردی حکیمم و همه علوم را نیک دانم. گفت کالای تو در این شهر نارواست و به علم و کتابت کسی مایل نیست. تیشه و ریسمانی به دست آور و با خارکنان به خارکنی مشغول شو و خیشتن به کسی نشناسان که کشته می شوی. پس تیشه و ریسمان برای من آماده ساخت و مرا با خارکنان به صحرا فرستاد. من همه روزه پشته هیزم آورده به 0.5 دینار می فروختم. سالی بدین سان گذشت. روزی به صحرا رفته به جایی برسیدم که درختان کهن داشت و هیزم فراوان. من تیشه برگرفته پای درختی را همی کندم تا اینکه حلقه مسینه‌ای پدید شد. خاک بر کنار کرده دیدم که حلقه بر تخته استوار است. پس حلقه بگرفتم و تخته برداشتم. نردبانی پدید آمد. از نردبان به زیر رفتم و از آن در به اندرون رفته دیدم قصری است محکم اساس و در قصر دختری است ماهروی. چون دختر را بر من نظر افتاد گفت تو از جنیان یا از آدمیان؟ گفتم از آدمیان. گفت بدین مقام چگونه آمدی که من بیش از 5 سال است در این مکان هستم، روی آدمیزاد ندیدم. گفتم ای پری روی، منت خدای را که مرا بدین جا رسانی تا به دیدار تو اندوه من ببرد. پس ماجرای خیش بیان کردم. بر احوال من گریان شد و گفت من نیز دختر پادشاه جزیره آبنوسم. مرا به پسر عمم به زنی بدادند. در شب زفاف عفریتی مرا از کنار داماد برو بود و بدین مکان بیاورد و فرش لطیف در خانه و همه گونه خوردنی در اینجا آماده ساخت و به هر 10 روزی 1 شب بدین مقام آمده در کنار من میخسبد و به من آموخته است که اگر کاری روی دهد به این 2 سطری که به قبه نوشته اند دست بنهم. چون دست بر آن خط نهم
در حال افریت پدید آید و اکنون 4 روز است که افریت رفته. پس از 6 روز خواهد آمد. آیا سر آن داری که 5 روز نزد من به سر بری و 1 روز پیش از آمدن افریت بیرون روی؟ گفتم آری، منت پذیر هستم. پس پریروی فرحناک گشته برپای خواست و مرا به گرمابه برده جامه برکند. من نیز جامه برکندم، شربتی آورده به من بنوشانید. پس از آن طعام حاضر آورده بخوردیم و به حدیث در پیوستیم. پس از آن با من گفت زمانی بخسب و من بخفتم و چون بیدار شدم دیدم پای من همی مالد. پس بنشستیم و به حدیث اندر شدیم. گفت من بسی از تنهایی خویشتن ملول بودم. منت خدای را که تو را به دینجا رسانید. چون ابیات بشنیدم بر او سپاس گفتم و مهرش اندر دلم جای گرفت. آن روز به عیش و طرب به سر بردیم و شب با هم بغنودیم. بامداد گفتم ای شمسه خوبان، میخواهم که تو از اینجا بیرون برم و تو را از آن افریت برهانم. تبسمی کرده گفت افریت در هر 10 شب شبی نزد من آید و با من میخست و 9 شب از آن تو خواهد بود. گفتم همین ساعت این قبه بشکنم و این خطی که نوشته اند را از هم فرو ریزم. شاید که افریت بیاید و من او را بکشم. قبه را که شکستم آن ماهروی گفت ای پسر بیرون شو و برحذر باش که اینک افریت در رسید. من از غایت بیم کفش و تیشه را فراموش کرده از نردبان به فراز شدم. چون نگاه کردم دیدم که افریتی کریه المنظر به در آمد و با دخترک گفت چه حادثه روی داده که مرا بدین سان هراسان کردی؟ دختر گفت جز این که آرزومند تو بودم چیزی روی نداده. افریت گفت ای روسپی دروغ همی گویی. به چپ و راست نگاه کرده کفش و تیشه بدید. گفت این هر دو از آدمیان است. دختر گفت که من تا اکنون آنها را ندیده بودم. شاید که تو از بیرون با خود آورده ای. افریت گفت ای مکاره همی خواهی که با من کید کنی؟ پس او را به 4 میخ بسته تازیانه اش همی زد که من ترسان و هراسان بیرون آمدم و از کرده پشیمان بودم و سر اندر گریبان حیرت داشتم. چون پیش خیاط آمدم گفت دیشب کجا بودی که به انتظار تو نخفتم. من به مهربانی او شکر گزارده و به منزل خود در گوشه‌ای حیران نشسته بودم که خیاط نزد من آمد و گفت مرد عجمی در دکه نشسته، کفش و تیشه تو با اوست و تو را همی خواهد و میگوید برای نماز بامداد از خانه بیرون شدم و این کفش و تیشه در راه مسجد یافتم و ندانستم از کیست. کسی مرا به بازار خیاطان رهنمون گشت و خیاطانم سوی تو راه نمودند. اکنون عجمی در دکان نشسته تو را همی خواهد. چون این سخن بشنیدم گونه ام زرد گشت و دلم تپیدن گرفت. ناگهان زمین بشکافت، عجمی پدیدار شد. دیدم که همان افریت است که کفش و تیشه مرا برداشته از پی من روان گشته است. چون مرا بدید در حال مرا بربود و بر هوا شد. پس از ساعتی بر زمین فرو رفت و از همان قصر به در آمد. دختر را دیدم برهنه و خون از تنش جاری است. افریت گفت ای روسپی این است عاشق تو؟ دختر گفت من او را به جز این دم ندیده بودم. افریت گفت پس از چندین عقوبت باز دروغ گفتی؟ اگر تو او را نمی شناسی این تیغ را بگیر و او را بکش. او تیغ برگرفته نزد من آمد. دید که خونابه از دیدم همی چکد. بر من رحمت آورده مرا نکشت و تیغ بینداخت. افریت تیغ به من داده و گفت تو او را بکش تا خلاص شوی. من تیغ گرفته نزدیک رفتم. دختر اشک از دیدگان بریخت. گفت این همه رنج و مهنت از تو به من رسید. چون از تو به حال من رحمت نمی آید. من نیز تیغ بینداختم. گفتم ای افریت به جایی که زن کشتن من روا نداند چگونه من او را بکشم؟ هرگز نخواهمش کشت. افریت گفت محبت و دوستی شما نه چندان است که یکدیگر را توانید کشت. پس خود تیغ بگرفت و دست و پای او را از تن جدا کرد. آنگاه رو به من کرد و گفت ای آدمی زاد در شرع ما زن روسپی را بباید کشت.
من این دخترک را شب زفاف ربوده بودم و جز من کسی را نمی شناخت. اکنون بدانستم که جز من دیگری را شناخته او را کشتم. اما از تو خیانتی به من پدید نگشته، تو را نخواهم کشت و تندرست نیز نخواهی رفت. خود بازگو که تو را به چه صورت کنم. من بسی لابه کردم و گفتم بر من ببخشای که خدا بر تو ببخشاید. گفت سخن دراز مکن، از کشتنت درگذشتم، اما ناچار باید به جادویی به دیگر صورتت کنم. آنگاه مرا در ربوده به هوا شد و بر قله کوهی فرود آمد. مشتی خاک برداشت و فسونی بر آن دمیده بر من پاشید. در حال بوزینه شدم. چون خود را بدان صورت یافتم، گریان و نالان از کوه به زیر آمدی 1 ماه راه رفتم تا کنار دریایی رسیدم. جمعی دیدم بر کشتی نشسته و آهنگ راندن کشتی دارد. من خود را به حیلتی چنان که مردم ندیدند به کشتی برافکندم. 1 روز خیشتن پنهان داشتم. چون مرا بدیدند، یکی گفت که این میشوم را به دریا بیفکنید و دیگری شمشیر به دست ناخدا داده گفت او را بکش. من با 2 دست در شمشیر آویخته سرشک از دیده بریختم. ناخدا را بر من دل سوخت و گفت ای بازرگانان، این بوزینه به من پناه آورده، کسی او را نیازارد. پس من در پیش ناخدا بماندم. هرچه می گفت می دانستم و خدمت به جا می آوردم. او نیز با من نیکی و احسان می کرد تا از کشتی به در آمده به شهر بزرگی رسیدیم. همان ساعت خادمان سلطان آن شهر به پیش بازرگانان لوحی آورده گفتند هر کدام سطری بر این لوح بنویسید. من برخاسته لوح از دست ایشان بگرفتم. ترسیدند که من لوح را بشکنم. مرا بزدند و خواستند که لوح را از من بستانند. من به اشارت بنمودم که خط خواهم نوشت. ناخدا گفت بگذارید تا بنویسد که من او را به فرزندی پذیرفتم. چنین بوزینه‌ای دانشمند ندیده بودم. من قلم گرفتم و ابیاتی نوشتم. آنگاه لوح را به خادمان دادم. ایشان لوح به نزد سلطان بردند. سلطان جز خط من خط هیچ کدام نپسندید و فرمود خداوند این خطا خلعت فاخر پوشانیده سواره پیش منش آورید. خادمان بخندیدن. ملک از خنده ایشان در خشم شد. گفتند ما به خداوند خط میخندیم که او بوزینه‌ای معلم و حیوان لایعلم است. ملک را عجب آمد و گفت این بوزینه را برای من بخرید و خلعت پوشانده سوار پیش منش آورید. خادمان ملک آمده مرا از ناخدا بگرفتند و حله فاخر بر من پوشانیده پیش ملک بردند. من زمین ببوسیدم، جواز نشستنم داد. به 2 زانو نشستم. حاضران از ادب من در عجب شدند. چون ملک بایافتگان را مرخص فرمود و به جز ملک و خواجه سرایان کسی نماند. خوان بگستردند و همه گونه خوردنی بیاوردند. ملک مرا اجازت چیز خوردن داد. من برخاسته 3 بار زمین ببوسیدم و به قدر کفایت خوردنی بخوردم. چون خوان برداشتن، من کناری رفته دست شستم و قلم و کرتاس به دست گرفته دور از ملک بنشستم. ملک را عجب آمد و شطرنج خواسته. گفت بیا تا شطرنج ببازیم. من پیش رفته مهر فرو چیدم و از پیاده و سواره سرها بیاراستم. بیدق راندم و از بیتاخت فرزینی برداشتم. ملک در حال حیران شد و گفت که اگر این بوزینه از صنف بشر بودی گوی از همگان در رو بودی. پس خواجه سرا را به احضار دختر خود بفرستاد. چون دختر بیامد روی خود بپوشید. ملک گفت روی از که پوشیدی؟ دختر گفت این بوزینه ملک زاده است که جرجیس ابن ابلیس این را به این صورت کرده. ملک از من پرسید این سخن راست است یا نه؟ من به اشارت گفتم آی راست میگوید. پس از آن بگریستم. ملک از دختر خود پرسید که تو جادو از که آموختی؟ دختر گفت از پیر زال جادو 170 گونه آموختم که پسترین آنها این است که سنگهای شهر تو را پشت کوه قاف ریخته، مردمانش را ماهیان گردانم. ملک گفت این جوان را خلاص کن که وزیر خود گردانم.
دخترک انگشت قبول بر دیده نهاد و کاردی به دست گرفته خطی به شکل دایره برکشید. چون دختر ملک با کارد دایره‌ای کشید، طلسماتی بر آن نوشت و فسونی چند بخوان. دیدیم که قصد تاریک گردید و عفریت پدیدار شد. همگی هراسان گشتیم. دختر ملک با او گفت: لا اهلا و سهلا، چه ناخوش و ناگوار آمدی. عفریت به صورت شیری پاسخ داد که ای خیانتکار، چگونه عهد فراموش کردی و پیمان بشکستی. آخر من و تو پیمان بربسته بودیم که هیچ یک دیگری را نیازاریم. حال که تو خلاف کردی آماده باش. پس دهان باز کرده مانند شیر بغرید. دختر مویی از گیسوان فرو گرفته فسونی بر او دمید. در حال شمشیر برنده شد و شیر را دو نیمه کرد. سر شیر به صورت کژدمی شد. دختر مار بزرگی گردید. با هم درآویختند. پس از آن کژدم به صورت عقابی شد. دختر به صورت کرکس برآمد. زمانی بجنگیدند. عفریت گربه‌ای شد سیاه. دختر به صورت گرگ درآمد. عفریت اناری شد و بر هوا بلند گشت و بر زمین آمد و بشکست و دانه‌های آن بپاشید. زمین قصر پر از دانه‌های انار شد. در حال دختر خروسی گردید و دانه‌ها را برچید. دانه‌ای از آن به سوی حوض رفت. خروس خروشی برآورده بال و پر همی زد و به منقار خود اشارت همی کرد. ما قصد او را نمی‌دانستیم تا اینکه آن یک دانه را بدید. خواست که او را نیز برباید. دانه به حوض اندر افتاده ماهی شد. دختر خویشتن در آب افکنده نهنگ گردید. با هم درآویختند و فریاد کردند تا عفریت آمده شعله آتشی شد و از دهان و چشمان و بینی او آتشی فرو می‌ریخت. دختر نیز خرمن آتش گردید. ما از بیم خواستیم که خود را به حوض درافکنیم. پس آنها با هم درآویختند و آتش به یکدیگر همی افشاندند و شراره ایشان به ما می‌رسید، ولی شراره دختر بی‌آزار بود. پس شرری از عفریت به یک چشم من برآمده، چشم من نابینا شد و شرری بر ملک برآمده، زنخدانش بسوخت و دندانهایش فرو ریخت و شراره دیگر به سینه خواجه سرای برآمده، در حال بمرد. ما به هلاک خویش تن در دادیم و به تشویش اندر بودیم که گوینده گفت کسی که به دین سرور آدمیان کفر ورزد خوار گردد. دیدیم که دختر ملک از میان آتش به در آمده، عفریت مشتی خاکستر گردید. پس از آن دختر پیش من آمد و آگ خواست. فسونی بر آن دمید و بر من پاشید. به صورت نخستین برآمدم ولی یک چشم نداشتم. پس دختر گفت ای پدر، من نیز بخواهم مرد. اگر آن یک دانه انار را پیش از آن که به حوض اندر افتد رو بوده بودم، جان به در می بردم. ولکن از آن غفلت کردم. از حکم تقدیر گریزی نباشد. چون قضا آید طبیب ابله شود. دختر به گفتگو اندر بود که شرری به سینه‌اش برآمد و بسوخت و در حال مشتی خاکستر شد. همگی به حیرت درماندند و من با خود می گفتم که ای کاش من می سوختم و چنین زیبا صنمی را که با من این همه نیکویی کرد بدین سان نمی دیدم. چون ملک دختر خود را در آن حال دید، جامه بر تن درید. زنان و کنیزان نیز گریان شدند و ناله و خروش از همگان بلند شد و 7 روز به ماتم بنشستیم. پس از آن ملک خاکستر عفریت برباد داد و بر سر خاکستر دختر قبه‌ای ساخت و همه روزه به قبه اندر شده همی گریست تا اینکه ملک را بیماری سخت روی داد. پس از 1 ماه بهبودی پدید آمد. برا پیش خود خوانده گفت کاش روی نامبارک تو را ندیده بودم که مرا بدی روز نشاندی و سبب هلاک دختر من شدی. الحال از این شهر بیرون شو. من به گرمابه رفته زمخ تراشیده و از شهر بیرون شدم و نمیدانستم که به کدام سوی روم و در کار خیش حیران و سرگردان بودم و به محنت‌هایی که روی داده بود همی گریستم. پس کوه و هامون نوردیده به دارالسلام شتافتم که شاید خلیفه را از حالت خیش بیاگاهانم. چون بدینجا رسیدم گدای نخستی را دیدم که او نیز همان دم رسیده بود. در گفتگو بودیم که گدای سوم برسید.
با یکدیگر یار گشته همی گشتیم که قدر ما را به این مقام پرخطر رهنمود شد. خداوند خانه گفت از این هم بند بردارید. چون بند برداشتند گفت تا حکایت یاران نشنوم نخواهم رفت. قصه که به اینجا رسید شهرزاد از گفتن ادامه داستان دست کشید. برای شنیدن ادامه داستان منتظر من باشید.